معروف ترین آدمی که با زنش عکس گرفتی کی بوده؟ حالا مثلا فوتبالیست خیلی معروفی باشه تو بخوای مثلا با زنش عکس بگیری. فوتبالی نیستم. با زن رونالدو عکس گرفتی دیگه. آها اون فوتبالیست محسوب میشه. ولی تو یه جوری عکس گرفتی انگار اون فوتبال بازی می‌کنه. بابا خدا نگذاره از مرداد صدیقیا. مرداد گفتش که بیا بریم اینو بگیریم بذاریم تو گروه بچه‌ها رو اذیت کنیم. که بچه‌ها اذیت شو توی گروه 5 نفره. این قضیه اومد بیرون که تو به زن رونالدو چی گفتم؟ گفتی که رونالدو هر چی داره از تو داره. خدا از ابوطالب نگذره که. نگفتی یعنی هم چیزی. نه چرا باید برم بزنه یارو بگم رونالدو هر چی داره از تو داره. خب چی بهش گفتی؟ الان تو بری به نرگس اینو بگی من بشنوم که مثلا میذارم دهنت ها. مگه اینجوری نیست؟ هر چی داری مگه خانم نداره؟ چرا؟ مرسی. این خود عمل انجام شده است چیزی که توش قرار گرفت. بیا در اون مورد صحبت کنیم جدی. در چرا مورد دست تغییر حالت میده؟ یه وقت گم نکنی. دنبال چی هستی آقای قیاسی؟ چه جوری بود زن رونالدو؟ همونی که میبینین یه ذره فوکوستر. چه بویی میداد مثلا؟ نمیدونم. دوست داری با زن کی دیگه عکس بگیری؟ از کاری که میکنی راضی؟ کدوم کار یعنی منظور؟ همون کاری که داری انجام میدی. همین نونی که میبرم سر سفره زن بچه‌ت میبری. آره راضی؟ بله. یعنی حلال این نون. حداقلش اینه که با زن مردم عکس نمیگیرم.